این نوار از داخل ماشین ابله با طریق پخش مستقیم در فیسبوک نشر شده از اجباراً به خدمت رفتن یک جوان جلوگیری کرد. عبدالله غربتی دانشجو و خبرنگاری ازیا پلیوس شب 1 اکتبر در نخستین روز دعوت به ارتش در محله سیرک دوشنبه موردی ابله قرار گرفت. برابر وارد شدن به مارشروت رقم 33 او درک کرد که مسافربر او را نه به خانه بلکه اجباراً به خدمت میبرد. در اونجا مکتب جوانان بودن که حالا مکتب میخواندن، جوانان بودن که میگفتن ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نام همون چستی که خدمت کردگی هستن همون را میگفتن. اما نفرانی که این کار پیش میبردن ابله و عموما ابله را میبردن اونا میگفتن که بدون نشان دادن همون حجت یگان نفر سر داده نمیشود و همگی ما گرفته برده چی کردن؟ همگی ما گرفته بردن به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاه منصور. نخستین کاری که عبدالله از داخل مسافر بر کرد پخش مستقیم از جریان ابله و یا اجباراً به خدمت بردن جوانان از طریق فیسبوک بود. دقیقه 5 یا 6 پخش مستقیم میرفت و صحبت هم بسیار آهسته گرم میشد و یک نفر به همون کارمندی شعبه وزارت کارهای داخلی که در همونجا ما را همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی و بعد همین صحبت تلفنی او خست و گفت عبدالله کی است؟ من گفتم اگر روزی خب کنم میفهمن که من هستم. گفتم منم عبدالله و همینم باعث شد که فهمیدن که همین پخش مستقیم از همین داخل من کردم. احتمال کسی به اونا زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده ایستاده یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک. در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور عبدالله را از جوانان دیگری ابله شده جدا کردند و به شرطی که نوار را در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند او را آزاد نمودند. حالا فکر دارم که این موضوع باید به حاشیه نرود. عبدالله چند پیش با پخش یک نوار دیگر هم از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کولاب خبر داده بود. نوار نوبتی او و این بار مستقیم از داخل ماشین ابله و هم در روز نخستین دعوت تیرماهی به خدمت عسکری نشر شد. مقامات حالا این وضعیت را پررا شرح ندادند ولی در گذشته آنها وجود همه گونه ابله و یا جلب اجباری جوانان به خدمت را رد کرده بودند. مسئولین ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند از این حادثه خبر ندارند و بررسی خواهند کرد. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهر اصفهان اعلان داشتند که نقشه دعوت را در همگی یک روز پررا اجرا کردند. این هم در حالی که روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت والدان جوانان سین دعوت حربی شکایت کردند. مقامات والدان را برای به خدمت آوردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. خدمت در ارتش یکی از مسئله‌های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دلسرد و گریزان میکند.